أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش نحو، الحمدلله که ما و شما از کتاب الاجرومیه 13 درس گرفتیم و حالا درس 14 را برای شما برادران و دوستان پیشکش خواهم گردانید. و ما و شما در درس های گذشته گرفتیم که فعل مضارع در 10 جا یا پیش از فعل مضارع 10 حرف بیاید فعل مضارع منصوب خوانده می شود و همچنین فعل مضارع در 18 جا یا پیش از خودش این 18 اسم یا حرف بیایند فعل مضارع مجزوم خوانده می شوند و در غیر این 28 جا فعل مضارع مرفوع خوانده می شود. این را با تفصیل درس‌های گذشته گرفته بودیم و همچنین درباره اسم که در چند جا رفع خوانده می شد گفته بودیم در 7 جا اسم مرفوع خوانده می شود. یکمش را گرفتیم که فاعل هست، اگر اسم فاعل شود مرفوع می شود. و دویمش را گرفتیم که نایب فاعل هست، اگر اسم نایب فاعل شود مرفوع می شود. اکنون امروز سیوم و چهارم جای ده که اسم مرفوع می شود اونها را میگیریم. امروز یعنی 2 تا را یک جا میگیریم، سیوم و چهارم جایی که اسم مرفوع خوانده می شود. اکنون سیوم و چهارم جا این مبتدا و خبر هست. پس موضوع درس ما و شما باب المبتدأ والخبری، یعنی که باب مبتدا و خبر. مبتدا مرفوع خوانده می شود و خبر همچنین مرفوع خوانده می شود. اکنون برادرانم دقت دهید که مسئله مهم است برای کسانی که میخواهند علم عربی را خوب بدانند. میگوید که المبتدأ هو الاسم المرفوع العاری عن العوامل اللفظیه، یعنی که مبتدا هو الاسم، مبتدا اسم هست، مبتدا اسم می باشد. پس فعل مبتدا شده نمیتواند، حرف مبتدا شده نمیتواند. المرفوع، پس مبتدا مرفوع می شده است. چطوری که فاعل مرفوع می شود، نایب فاعل مرفوع می شود، مبتدا هم همچنین مرفوع می شود. العاری عن العوامل اللفظیه، اکنون میگه مبتدا عاری می باشد. عاری یعنی که خالی از عوامل لفظی، از عمل کننده های لفظی خالی می باشد. یعنی که پیش از مبتدا فعل نمی آید، پیش از مبتدا حرف نمی آید، مبتدا در اول جمله می آید که این مرفوع هست، علامت رفعش ضمه می باشد. برای چی مرفوع است؟ به خاطر آنه که پیش از خودش یگان عوامل، یگان عمل کننده وجود ندارد. پس از این حساب میگه مبتدا مرفوع است. اکنون شناختید که مبتدا چی بوده است؟ مبتدا اسم است، مرفوع است، خالی از عامل‌های لفظی می باشد، عامل لفظی ندارد. چطوری که مثلا فاعل عامل دارد، عامل لفظی دارد. مثلا میگیم جاء محمدون، محمدون رو برای چی محمدون گفتیم فاعل هست؟ برای چی؟ به خاطر که جاء عامل محمدون هست. جاء در بالای محمد عمل کرده ایستاده است که محمد مجبور میکند که مرفوع باشد. اما مبتدا این طور نیست، مبتدا خودش مرفوع است.
و خالی از عامل های لفظی می باشد. اکنون این مبتدا را شناختیم. میگذاریم به خبر. خبر چیست؟ میگه والخبر هو الاسم المرفوع المسند الیه. خبر و اسم می باشد. چطوره که مبتدا اسم بود، خبر همچنین اسم می باشد. در پایان تقسیمات چه میخونیم؟ باز فکر نکنید که فقط اسم می باشد خبر و بس. نه، یعنی که خبر مفرد می شود و غیر مفرد می شود که تقسیمات چه انشاءالله در همین درس می خونیم. خب اولا که اسم میگه، خبر میگه همچنین اسم هست، مرفوع می باشد. خبر مرفوع می باشد. المسند الیه مسند به مبتدا می باشد، یعنی که نسبت داده شده به مبتدا می باشد. به مثل چی؟ ببینید دقت، نحو قولیک، مانند سخن تو میگه ای طالب علم که میگوی زیدون قائمون. ببین زیدون مبتدا هست، مرفوع هست. ببینید زیدون مبتدا هست، مرفوع است. قائمون خبر هست، مرفوع است. پس مبتدا و خبر اولا که مرفوع می شده است. قائمون خبر است، مسند به زید است. مسند الیه یعنی مسند به مبتدا هست. مثلا میگوی زید قائم هست، زید راست است، شخت است. ببین شخت ایستادن را نسبت میتی به کی؟ به زید. شخت ایستادن را نسبت میتی به زید، اسنادش میتی به زید. یکم. و دوم، زید قائم است، گفته خبر میتی. زید مبتدا هست. وقتی زید میگوی انسان گوش میکنه دوامش چی است. قائمون که میگوی این خبرش میشود که یعنی تو خبر داده ایستاده که زید راست است، چخت است. ببینید زیدون مبتدا هست، مفرد هست، همچنین خبر هم باید مفرد شود. اکنون قائمون مفرد هست. زیدون مذکر هست، قائمون هم مذکر هست. زیدون مرفوع هست، قائمون هم مرفوع هست. دقت، این نازکی های مبتدا و خبر می باشد. اکنون مثال دویمش و زیدانی قائمانی. اکنون و زیدانی، از زیدانی این می شود مبتدا مرفوع. علامت رفعش چی است؟ الف. برای چی؟ به خاطر اینکه این مثنا هست، تثنیه هست. مبتدا از مرفوع است، علامت رفعش الف است به خاطر آنه که مثنا هست. قائمانی، قائمانی این خبر می باشد. قائمان خبر می باشد، مرفوع می باشد، علامت رفعش الف می باشد به خاطر آنه که این هم مثنا هست. یعنی که دو زید چخت هستن هر دویشون. دو زید چخت هستن هر دویشون. اکنون ببینید از زیدانی مثنا هست، قائمانی هم مثنا می شود. از زیدانی مذکر هست، قائمانی مذکر می شود. از زیدانی مرفوع هست، علامت رفعش الف، قائمانی مرفوع می باشد، علامت رفعش الف. این مسئله را دقت دید، یعنی که مبتدا و خبر اینها هر دویشان یکدیگر را پیروی میکنن در مذکر و مؤنث بودن، در مفرد، در مثنا، در جمع، در اینها یکدیگر را پیروی میکنن. اکنون مثال سومش و زیدون قائمون، یعنی که زیدها همشان چخت هستند، راست هستند. اکنون ببینید زیدون مبتدا مرفوع، علامت رفعش الضم، علامت رفعش الواو. برای چی؟ به خاطر اینکه این جمع مذکری سالم است. در جمع مذکر سالم علامت رفع افتادیم واو می شود. قائمون خبر مرفوع، علامت رفعش واو لانه لانه جمع المذکری السالم. جمع مذکر سالم که هست برای همین علامت رفعش واو می شود. در این همون گپای در بالا گفتیم همونها را تطبیق کنید. یعنی زیدون مرفوع، قائمون مرفوع. زیدون جمع، قائمون جمع. زیدون مذکر، قائمون مذکر. همین را دیگه تطبیق کرده رفتن میگیره در هر جایی که مبتدا و خبر را دیدید. این
این بود درباره مثال های مبتدا و خبر. اکنون میگه والمبتدا قسمانی، میگه که مبتدا به دو قسم تقسیم میشود، ظاهر و مضمر. ظاهر میشود و مضمر میشود. ظاهر یعنی که اسم ظاهر و مضمر یعنی که ضمیر جاینشین. جاینشین همچنین مبتدا شده میشد، مبتدا میشد و مثلا میگیم وای یا میگوی تو یا میگوی من. اینها وای من تو آنها و اینها همه چی هستند؟ اینها همه جاینشین هستند، اینها ضمیر هستند، اینها هم مبتدا شده میتوانند. فالظاهر ما تقدم ذکره، میگه ظاهر ذکرش گذشت پیشتر، مثالش آوردیم در بالا. مثلا گفتیم زیدون قائمون، زیدون مبتدا هست اسم ظاهر هست، زیدانی مثلا مبتدا است اسم ظاهر هست. همراه در نظر داره که در بالا ما درباره اسم ظاهر میگه قسم مبتدایی که اسم ظاهر هست گرفتیم. انا اکنون میگه والمضمر 12. مضمر میگه مبتدایی که ضمیر باشد جاینشین باشد میگه 12 تا است. اونها چی است؟ انا و نحن و هی، میگه همون 12 تا. انا ترجمهش من، و نحن ما، انت تو مرد، انتی تو مؤنث، انتما شما هر دویتون مذکر و مؤنث یک است، انتم شما جمع مذکر، انتن شما جمع مؤنث، و هو وی مذکر و هی وی مؤنث، هما شما هر دویتون مذکر و مؤنث یک است، و هم وی ها جمع مذکر، و هن و شما جمع مؤنث. انا اکنون درباره همین ها مثال میارد. نحو قولی که اکنون مثالش میگه مانند سخن تو که میگوی انا قائم و نحن قائمون و ما اشبه ذلك. اکنون میگه مثالش همین است. مثلا میگه که انا قائم یعنی که من راست هستم. پس انا را میگه مبتدا، انا اینو ضمیر است، ضمیر منفصل مبنی. این اعراب را در دفتر نوشته از یاد کنید، آینده ده فایده اتون میکند. انا ضمیر منفصل مبنی على السکون في محل رفع فاعل، في محل رفع مبتدا. انا في محل رفع چی؟ مبتدا هست. قائم خبر مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. این اعرابش است. پس انا مبتدا بوده است، قائمون خبر بوده است، یعنی من راست هستم. و نحن قائمون و ما راست هستیم هممون. و نحن میگوید ضمیر منفصل. منفصل برای چی میگید؟ یعنی متصل نیست. ضمیرها ما دو نمود داریم، ضمیرهای متصل داریم، ضمیرهای منفصل داریم. ضمیرهای متصل در اسم و در فعل میچسبند و ضمایر منفصل این جدا خودش به تنهایی نوشته میشد. برام خاطر میگیم نحن ضمیر منفصل مبنی علی الضم، میگیم مبنی علی الضم فی محل رفع مبتدا. نحن فی محل رفع مبتدا، قائمون خبر مرفوع و علامت رفعه الواو لانه جمع المذکر السالم. پس این هست مبتدا و خبری که این جایها مبتداهاشون چی اومده سی؟ ضمیر اومده سی. و ما اشبه ذالک و آن مثال هایی که مانند همین هست. مثلا با دیگر هاش هم میاره که مثلا انت قائمون، میشه بگی انت قائمون با مثل همین اعرابش میکنی، مثلا تو راست هستی. یا میگی که انتی قائمتون یعنی تو راست هستی، زن که باشد قائمتون آخرش تیرا همراه میکنی، زیرا که مبتدا مؤنث که باشد خبر مؤنث میکنیم. پس این بود درباره اسم ظاهر، درباره اسم مضمر جاینشین و مبتدا. اکنون میگذره در خبر، میگه والخبر قسمانی. خبر میگه همچنین بدان که دو قسم میشود، مفرد و غیر مفرد. یعنی که خبر هست که مفرد است، چطوری که در بالا گرفتیم همه همون قائمون، قائمان، قائمون، اینها همشون مفرد، اینها خبر مفرد حساب میشوند.
و باز ما داریم خبر غیر مفرد. غیر مفرد 4 چیز می شود که از در پایانتر می آورد. میگه که فالمفرد نحو قولک زید قائم. مفرد میگه مانند سخن تو است ای طالب علم که میگوی زید قائم. ببین زید مبتدا هست مفرد است، قائم خبر هست مفرد است. اگر از ما بگیم زیدان قائمانی در لفظ مثنا هست، زیدانی مثنا، قائمانی مثنا هستند در لفظ، لیکن ما میگیم خبری چی است؟ غیر مفرد است. میگیم غیر مفرد. در وقتی که ما خبر میگیم غیر مفرد در نظر جمله را داریم ما، نه اینکه یک و دو تا و سه تا، یعنی که یک کس و دو کس رو نه. ما در نظر در غیر مفرد چی را داریم؟ در اینجا جمله را داریم. وقتی مفرد میگیم کلمه را در نظر داریم، یک کلمه است. مثلا زیدون یک کلمه است، زیدانی یک کلمه است که دو کس معنای تثنیه را دارد. زیدون یک کلمه است لیکن معنای جمع دارد. این مفرد گفته می شود، یعنی که در لفظش مفرد است. اما غیر مفرد چی گفتیم که یعنی جمله را در نظر دارد. حاضر در مثال خوبتر میفهمیمش. میگه و غیر المفردی 4 اشیاء. و غیر مفرد میگه 4 چیز میباشد. اکنون ما مفرد خواندیم که زید قائمون مبتدا مفرد، قائمون خبر مفرد. نه که غیر مفرد میگه 4 چیز است. الجار و المجرور، جار و مجرور این خبر می شود غیر مفرد. و ظرف، ظرف خبر می شود غیر مفرد. و الفعل مع فاعله، فعل با فاعلش خبر می شود، این را میگن خبری غیر مفرد. و المبتدا مع خبره، باز مبتدا با خبرش خبر می شوند، این را میگن خبری غیر مفرد. اکنون مثالش را ببینید خوب میفهمید. میگه نحو قولک مانند سخن تو ای طالب علم میگوی زیدون فی الداری. اکنون دقتید، زیدون مبتدا هست، میگیم زیدون مبتدا مرفوع و علامت رفعی الضمه الظاهره. فی میگیم حرف جار مبنی علی السکون حرف لا محل. الداری، داری میگیم اسم مجرور، اسم مجرور به فی، یعنی فی الداری. فی حرف جاره که است، داری را آخرش چکار کرد؟ کسره کرد. پس میگیم مجرور به فی و علامت جره الکسرة الظاهره. انا اکنون فی الداری جار و مجرور، این کلمه رو یکم بار میشنوید دقتید. جار و مجرور متعلق بکائن، متعلق بکائن، متعلق بکائن و کائنون اکنون چی می شود؟ خبر می شود. از این حساب میگیم فی الداری اینجا در خبر غیر مفرد است. خبر غیر مفرد است. برای فی یک کلمه، داری دو تا کلمه، دو کلمه شد، یعنی مفرد نبوده است، دو کلمه بوده است. دو کلمه را گفتیم ما میگیم غیر مفرد. این را میگن جار و مجرور، یعنی که خبری که عبارت از جار و مجرور است. این همچه در فی الداری جار و مجرور خبر شده ایستاده است. این یکم مثال برای خبری که غیر مفرد است. و دوم و زیدون عندک. ببینید زیدون مبتدا مرفوع، اینا چند بار اعراب کردیم. عند را میگن ظرف، عند ظرف، عند مضاف که مضاف الیه. پس اعراب کاملش همین طور است که عند ظرف مبنی علی، ظرف منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهره. عند ظرف منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهره. و عند مضاف که ضمیر متصل. ببین اینا متصل میگیم، انا نحن را در بلازی گفتیم که منفصل. این عند که ضمیر بگیم لیکن ضمیر متصلش میگیم. برای چی؟ برای در عند چسبیده است. عند که چسبیدگی است، اینا میگیم ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه. پس عندک این ظرف
متعلق به کائنون خبری چی می شود؟ زیدون می شود. پس ببینید عندک اینجا دا مضاف مضافون الیه، یعنی دو کلمه یک جا شده خبر شده ایستادند. از این حسابی را میگن خبری غیر مفرد. این مثال برای ظرف بود. اکنون مثال سیومش و زیدون قام ابوه. ببینید و زیدون قام ابوه یعنی چی؟ زید پدرش خیست، زید رو پدرش خیست. اکنون زیدون مبتدا مرفوع، قام چی است؟ فعل ماضی مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب. قام فعل ماضي مبني على الفتح. ابو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. برای چی؟ به خاطر اینکه از امثله خمسه است، از اسماء خمسه است. اسماء خمسه را ما گفته بودیم که حالت رفعش به واو می شود. پس در اینجا به واو نوشته شده است که ابو، و ابو مضاف، هو مضاف الیه می شود. هو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیه. پس قام ابوه فعل فاعل فی محل رفع. ببینید فی محل رفع خبر. زیدون مبتدا، قام ابوه فعل قطعی فاعلش یک جا شده در محل رفع فاعل، در محل رفع خبری از زیدون می شود. برای مبتدا باید خبر داشته باشد. پس همین جمله فعلی این چی است؟ جمله فعلی در محل رفع خبر زیدون شد. اکنون مثال بود برای الفعل مع فاعله، یعنی فعل با فاعلش خبر می شود که را میگن خبر غیر مفرد. اکنون باز مبتدا همراه خبرش خبری مبتدا می شود. و مثل چی؟ میگیم و زیدون. زیدون چی است؟ مبتدا مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. جاریته ذاهبتون. ببینید و زیدون جاریته ذاهبتون. این اعراب دقت دید برادران. زیدون مبتدا مرفوع، یا میتونم بگم که مبتدا یکم، مبتدا الاول مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره. جاریتو مبتدا ثانی، یعنی مبتدا دوم. جوید دو مبتدا شریسای. زیدون مبتدا یکم ای، جاریتو مبتدا دوم هست. جاریتو مبتدا ثانی، مبتدا دوم مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره. جاریتو مضاف، هو ضمیر متصل مبنی على الضم في محل جر مضاف الیه. جاریتو باز مضاف الیه می شود. یکم که مبتدا دوم است با مضاف می شود، هو مضاف الیه می شود. ذاهبتون این خبر می شود برای مبتدا دوم. ببینید ما دو مبتدا داشتیم. ذاهبتون خبر است. خبر ای چی است؟ ای مبتدا دوم. ذاهبتون میگیم خبر مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. اکنون مبتدا ثانی مع خبریه میگیم، یعنی که مبتدای دوم قطعی یا همراهی خبرش هر دو جمع شده خبر میشود، در محل رفع خبر میشود برای مبتدا یکم. دقت دادید؟ زیدون مبتدا یکم، جاریتو مبتدا دوم، ذاهبتون خبر. این ذاهبتون خبر کدام مبتدا است؟ دو مبتدا داریم، مبتدا یکم مبتدا دوم. اگر بگویی که ذاهبتون خبر مبتدا اول است غلط میکنی. برای چی؟ به خاطر آنه که زیدون مذکر، ذاهبتون مؤنث است. جاریتو مبتدا دوم مؤنث است، خبرش ذاهبتون مؤنث شد. انا اکنون جاریته ذاهبتون یعنی مبتدا دوم قطعی خبرش، مبتدا دوم همراهی خبرش جمع شده خبری مبتدا یکم می شوند. از این حساب گفت که والمبتدا مع خبره. در بالا گفت که غیر مفرد 4 تقسیم می شود. چهارم قسمش گفت چی ای؟
و المبتدع مع خبره، یعنی مبتدا همراه خبرش جمع شده خبر مبتدا میشوند میگه، چطوری که در مثال آوردیمش. پس این هست درسی امروزه ما و شما، درسی 14 از کتاب الاجرومیه. با همین 4 مرفوعات را گرفتیم که فاعل، نایب فاعل، مبتدا و خبر اینها اسمهایی هستند که مرفوع می باشند. با همین به آخر رسید این درس ما و شما. انشاءالله دوام این مرفوعات را که گفتیم 7 تا هست، دوامش را انشاءالله درس های آینده خواهیم گرفت. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.